انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معرکه مهم سیاسی محسوب یافته در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان ساعت 6 صبح امروز آغاز گردید. این لحظه ها شماره زیاد انتخاب کنندگان با مسئولیت بلند شهروندی برای اشتراک کردن در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و معین نمودن موقع سیاسی خود به اچسکه‌های انتخاباتی حاضر شده ایستاده‌اند. مستوره مسافرشای و ساکن 18 ساله ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان که بار اول در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک میکند، یکی از اولین ها شده ساعت 6 به اچسکه انتخاباتی رقم 7 حاضر گردید. نام برده آواز خود را در انتخابات مهم و حل کننده می‌حسابد. من مسافرشای و مستوره مراتب اول در انتخابات اشتراک می نمایم. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تقدیر من بعده دولت و ملت را معین می کند. هر یک شهروند جمهوری عزیزمان باید در معرکه مهم سیاسی فعالانه اشتراک نموده به جانبداری نامزد ارزنده آواز دهد. جوانان نسل آینده ساز وطن محسوب یافته در این معرکه مهم مسئولیت بلند را بر دوش دارند. من همچون شهروند کامل حقوق جمهوری تاجیکستان به جانبداری نامزد آواز می دهم که او به این منصب عالی سزاوار باشد. انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حوزه و اچسکه‌های انتخاباتی حدود ناحیه شغنان با رعایت قاعده‌های بهداشتی و مسافه اجتماعی تشکیل کرده شد. هر انتخاب کننده طبق مقررات کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان و ترتیب برگزاری انتخابات با پیشنهاد حجت تصدیق کننده شخصیت بولتن‌ها را گرفته به نامزد ارزنده آواز دادند. انتخاب کنندگان به حجره آوازدهی پنهانی تنها در آمده به نامزد انتخاب کرده خود آواز دادند که این یکی از پرینسیپ های به طور شفاف و آزاد برگزار کردن انتخابات و شمار می رود. موافق اطلاع مسئولان حوزه انتخاباتی شغنان رقم 25 شماره عمومی انتخاب کنندگان در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان 17412 نفر را تشکیل می دهد که از این شماره 165 نفری آنها بار اول است که در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده آواز می دهند. حالا ساکنان با نظرداشت اجرای قرض شهروندی در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک نموده به جانبداری نامزد ارزنده خویش آواز داده ایستادند. طبق اطلاع در ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان برای انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی شغنان رقم 25 و 48 اچسکه انتخاباتی تشکیل کرده شده است. در حوزه و اچسکه های انتخاباتی برای شخصان امکانیتشان محدود شرایط لازمه فراهم آورده شده حجره های مادر و کودک نیز تشکیل کرده شده است. روند آوازدهی انتخاب کنندگان آزاد و شفاف است. نوریدین قربان، امید اوستا از ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان.